بچه‌ها خوش اومدین با یه ویدیو دیگه از چنل محمد گیمر. یه آموزش خفن آوردم واسه شما که خیلی عالیه. الان پابجی دیگه میدونید خب بدون فیلتر شده، همه میدونن درسته؟ الان قطعا بدون فیلتر شد. داخل مایکت آوردن پابجی و داخل گوگل پلی هستش که داخل بازار هستش، داخل بازار آوردن. الان از داخل بازار نسخه جدید بریزی خیلی بهتر شده به نظر من. الان من یه ترفند عالی آوردم که یاد بگیری، زودتر از همه مطلع بشی. الان میریم داخل بازار، خب سرچ میکنیم پابجی موبایل، همون پابجی همین کافیه. خب یه ثانیه صبر میکنیم بالا بیاد. خب اینجا میزنیم پابجی موبایل، اجرا کاهش پینگ. خب الان این مثلا چی بهتون بگم، این از همه این فیلتر شکن خود به بازیه، از DNS چنجر، از وایرگارد، از اینا خیلی بهتره. هم پینگتون پایینه، هم ریجسترتون گاده. پینگ از 40-60 بالاتر نمیره، تضمین میکنم. داخل مایکت هم هست پابجی، ولی به نظر من که این پابجی خودش گفته از بازار، هم داخل بازار میریم، داخل بازار فقط میتونی بری همین فیلتر شکن خود پابجی موبایل رو روشن کنی، خیلی بهتره به نظر من. الان میریم بدون لودینگ، بدون یه چیز کوچیک، نگاه اصلا چجوری بالا میاره، چه گادی، اصلا سرعتش خیلی بالاه. نگم برات، نگاه کن بدون یه لودینگ. میریم یه تیوی میزنیم، دانلود میکنیم واسه شما. یه تیوی میزنیم پینگمون ببینیم چنده. خب من اینجا دیگه اینترنتم خیلی بستگی به اینترنت شما داره. من خیلی اینترنتم خوب نیست، اینترنت خوبه ولی خب من جای بدی هستم، یکم آنتینم خیلی خوب نیست. پینگ 32 36 چه پینگی داره، نگاه کنید. 40 44 از 60 بالا نمیره. من گفتم بهتون هد خور، ولی خب دیگه واسه کلاس همین 90 هم شاید خوب باشه. ای بابا کمپرایی خیلی میگن پینگ عالی، نگم یه خورد نگفتم، 2 نفر بودن. من که گفتم اصلا خیلی پینگ محشری عالی داره. میدونی که پینگ داره، سری داره. بابا چقدر هد خوردی. من خیلی 4-4 بازی نمی کنم. من خیلی TDM نمیرم. اصلا میدونی چی سری داره. میبینی خودتون پینگ عالی، رسیدر عالی، اصلا علکی
lot of time left. Be careful. You're losing the game. خودتون رایگان میارم ترفندای خفن. اگه هم واسه شما کار نکرد من خودم دیگه سرویس گیمینگ دارم با ارزون ترین قیمت میدم واسه شما. بنازم چه هدی خورد لامصب هد بود. 44 من همچین فیلمی ندیدم ولی خب Half of the match is over and the خیلی روی سر گاهی target down. Cover me. ای خدا Victory. مشکلی نیست میریم کلاسیک هم تست میزنیم واسه شما. از همینجا بگم چنل ما سابسکرایب کنید، لایک کامنت فراموش نکنید دوستان. آموزش های خفن‌تر هم میاریم واسه شما. دیدید که من دان ندارم میریم ارانگل. دیدید که ما یه جسر گادی داره که نگم براتون. من اول تست میکنم امتحان میکنم بعدا به شما میگم چیز خراب اصلا به شما نمیدم، نمیگم تستش کن، نمیگم چیزی. پینگو ببین کلاسیک یکم اصلا شل ثابت 52 که اصلا تو پینگی این 60 از 64 56 اصلا داد نگم پینگ رسر همه چی عالی. الان میریم هم تست میزنیم بهش با شما. از اوپنویژن و وایرگارد دینس خیلی بهتره. لذت میام. 40 اصلا 48 من خیلی دیوای سانترونیس بکنم 28 60 اصلا بالاتر نمیره از 60 نمیدونم. چه پینگی دارم. ثابت بالاتر نمیرسم.
من مطمئن نیستم بعدا به شما میدم. من چیز خراب به شما نمیدم. اصلا ریسترشو دیدین؟ پینگو دیدین؟ پینگ ثابت. لذت میبردم از این ریستر. ممنونم تا آخر ویدیو با هم بودی. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بکوب که اول از همه با ویدیوی من مطلع شی. ممنونم که با من بودی تا آخر. خدا نگهدار.